آه، سلام علیکم. فاطمه شمس‌الدینова، راهبر تشکیلات جمعیتی جوانان دارای معیوبیت نائل، حقوقشناس اوید به حمایت حقوق شخصانی دارای معیوبیت داشته. چقدر که با همگان معلوم است، کفالت گرفتن معلومات یعنی که از کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان سرچشمه میگیرد، یعنی که هر کس با تحصیل دارد و تحصیل میانه عمومی حتمی می باشد. از جمله این معیار دخل دارد به شخصان دارای معیوبیت و به کودکان دارای معیوبیت. در این ردیف قانونگذاری جمهوری تاجیکستان یک قطار کفالت‌ها را به شخصان دارای معیوبیت داده است، از جمله تحصیلات فراگیر، یعنی که هر یک کودک حق دارد که انتخاب نماید که در کجا تحصیل کند. این انتخاب را برای وی از نام وی میتواند که والدین او براه ماند. یعنی که هنگامی که کودک دارای معیوبیت به مکتب می رود، در برابر کودکان بی معیوبیت تمام آن حجت هایی که ما با مکتب عمومی برای تحصیل دادن کودکان خود پیشنهاد می نماییم، همین حجت ها را پیشنهاد می نماید و تنها در قطار این حجت ها حجت علاوگی برای کودک دارای معیوبیت لازم است که آن را از شعبه دستگیری همه‌جانبه عائله و کودک، اوید آن که کودک در کجا تحصیل کند و کدام قابلیت ها را دارد، هنگامی گذشتن از تشخیص همین حجت را میگیرد. فرض کردیم پدر مادر میخواهند که کودک آنها در مؤسسه تعلیمی نزد خانه‌شان تحصیل کند. از همین شعبه دستگیری همه‌جانبه عائله و کودک همین گذشته با خلاصه همین شعبه که در آنجا نشان داده شده است که کودک با مؤسسه تعلیمی رقمی چند باید که قبول کرده شود و در قطار دیگر حجت هایی که برای مکتب لازم است، از جمله رسم، شهادتنامه تولد کودک، معلومات از جای استقامت و همچنین حجت درباره معیوبیت کودک، همین حجت ها را پیشنهاد میکنند و مؤسسه تعلیمی وظیفه‌دار است که کودک را در اساس خلاصه پیشنهاد کرده شعبه دستگیری همه‌جانبه عائله و کودک با مؤسسه تعلیمی قبول کند و من بعد برای این کودک شرایط و فراهم آورد. باید گفت که انتخاب در دست خود پدر و مادر است و پدر و مادر محترم من پیشنهاد میکردم که برای و تحصیل فرا گرفتن کودکان خود و از جمله کودکان دارای معیوبیت بی‌پروایی ظاهر نکنند، چون که آینده هر یک کودک در دست ما و شما است و از اول وقتی که درباره تحصیل فرا گرفتن کودک دارای معیوبیت ما بی‌پروایی ظاهر نکردیم و برای به تحصیلات فراگیر یعنی جلب کردن کودک خود ما قدم های اول رو که گذاشتیم، کودک ما انشاءالله که در روحیه خوب و صاحب معلومات شده راه خود را راه زندگی خود را پیدا کرده میتواند. هیچ وقت برای و تحصیل جلب شدن کودک خود بی‌پروایی ظاهر نکنید، چون که امروز قانونگذاری یک قطار کفالت ها را برای شما داده است، از جمله تحصیلات فراگیر، یعنی که تحصیل در آن مؤسسه تعلیمی که پدر و مادر انتخاب کردند. کوشش کنید که کودکان در نزد شما باشد، چون که کودکان این فرزندان شما هستند و هیچ وقت آن تربیه که پدر و مادر برای کودک میدهد در یگان جای کودک این تربیه بهترین را گرفته نمیتواند. و خوب است که امروز برای ما تحصیلات فراگیر در جمهوری تاجیکستان کفالت داشته است و با همین حجت هایی که در بالا گفتیم شما میتوانید با مؤسسه تعلیمی دلخواهی نزد خانه خود کودکی دارای معیوبیت را وارد کنید و او صاحب معلومات شود. تشکر.